حمد و ستایش خداوندی را که فرصت عمر داد تا بار دیگر رمضان را استقبال نماییم و درود و پیامی پیاپی بر پیامبر گرامی قدر، آنی که برای ما امت تعلیم دادند تا چگونه روزه داریم. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. شایسته است که مسلمان برای فرارسیدن ماه مبارک رمضان شاد گردد. شاد شدن برای قدوم این ماه دلیل بیداری قلب است و آماده شدن برای رسیدن به این ماه، وارد شدن به این ماه دلیل مشتاق بودن به رضای خداوند است. ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن خیر و برکات زیادی وجود دارد. ماه رمضان ماه رحمت است، ماه قبول توبه است، ماه اجابت دعاست. ماه مبارک رمضان ماهی به دست آوردن درجات بلند در جنت است. ماه مبارک رمضان ماه شسته کردن نامه اعمال است. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، ماهی است که زمین به آسمان وصل پیدا کرده. سزاوار است که این ماه وصل باشد، ماهی بازگشت به سوی خداوند باشد، ماهی وصل شدن به رحمت خدا باشد. و چون این ماه چنین خصوصیت های خوب دارد، شایسته است که مسلمان به قدوم آن مسرور و شاد باشد. خداوند به نعمت نزول قرآن در سوره مبارکه یونس اشاره نموده می فرماید: قل بفضل الله و برحمته و بذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ای پیامبر ما، برای مردم بگو به فضل خدا و رحمت او شاد باشند، خوشحال باشند، زیرا فضل و رحمت خدا بهتر است از آن مال و متاع دنیا که جمع می نمایند. بله دوستان عزیز، شادی حقیقی مؤمن به انجام طاعت است، به دست یافتن به فضل و رحمت خداوند است. خوشحالی حقیقی و شایسته همان است که برای قدوم رمضان باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به آمدن این ماه شاد می شدند و به یارانشان مژده می دادند. در حدیثی که امام نسائی و امام احمد حنبل روایت کرده اند، فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد، از قدوم رمضان اظهار شادی نموده به یارانشان خطاب کرده گفتند: قد اتاکم شهر رمضان شهر مبارک فرض الله علیکم صیامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار فيه ليلة خير من 1000 شهر ومن حرم خيرها فقد حرم. یعنی گفتند ای یاران من، به حقیقت ماه رمضان فرا رسید که ماهی مبارک است، ماهی پربرکت است. خداوند روزه‌داری این ماه را فرض گردانیده. ماهی است که در آن درهای رحمت خدا باز می شود و درهای عذاب او بسته می شود. در این ماه شبی هست که بهتر از 1000 ماه است و هر که از خیر و برکت این ماه بی نصیب ماند واقعا شخص محروم است. ولی اینجا فرستاده خدا یاران خود را و ضمناً همه امت را به فرارسی ماه مبارک رمضان مژده می دهد و از فضیلت و شرافت این ماه برایشان خبر می دهد تا فرصت‌های ارزشمند و طلایی این ماه را غنیمت شمارند و رضای خدا و جنت خدا را در این ماه جویا شوند و به دست آرند. بله، شادی مسلمان به این خاطر است که ماه فرا می رسد که عملی اندک او اجری بی‌نهایت دارد. ماه فرا می رسد که امکان دارد و خداوند برایش فرصت می دهد که نامه اعمال از غفلت و گناه سیاه شده خود را سفید سازد، توبه و تضرع کند، به سوی خدا برگردد، با خدا صلح کند، از غفلت و معصیت بیرون شود، رو به طاعت و قربت آرد. ولی شادی مسلمان از این جهت است که ماه فرا می رسد که در طول 30 روز آن طاعت او، عبادت او، نماز و روزه و تلاوت قرآن و ذکر و تسبیح او چنان اجر و پاداش دارد که در طول سال در هیچ ماه دیگری
چنین اجر و مکافات ندارد. تابعی بزرگوار ابراهیم نخعی می گفتند صوم یوم فی رمضان افضل من 1000 صوم و تسبیحة فی رمضان افضل من 1000 تسبیحة و رکعة فی رمضان افضل من 1000 رکعة. چگونه مسلمان خوشحال نباشد که چنین خصوصیت دارد، این ماه چنین امتیاز دارد در میان ماه‌های دیگر. این امام بزرگوار فقه و حدیث میگویند یک روز روزه گرفتن در ماه رمضان بهتر از 1000 روز دیگر است و یک تسبیح در رمضان بهتر از 1000 تسبیح در غیر رمضان است و یک رکعت نماز بهتر از 1000 رکعت در دیگر ماه است. چون خداوند در طول این ماه درهای رحمتش را باز می کند و خزینه های اجر و مکافاتش را به ارزانی پیشکش بنده ها می کند. البته بنده ای که از این فرصتی خوبی تجارت با خدا استفاده نکند حق دارد که نامش محروم باشد. فرستاده خدا نیز چنین گفتند من حرم خیرها فقط حرم. شخصی که از برکات رمضان بی نصیب ماند البته شخص محروم است. نفری که در بهار اگر کشت نکند مگر در فصلهای دیگر میتواند کشت کند. تاجری که از موسمی خوبی کاری استفاده نکند درآمد به دست نآورد آیا در غیر موسم میتواند درآمد حاصل کند؟ بدین خاطر امام مسلم روایت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در وصف نفری که حتی در رمضان از خواب غفلت بیدار نمی شود و خود را از این همه شرافت و فضیلت رمضان بی نصیب می سازد چنین گفتند رغم انف رجل دخل علیه رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له. بینیش در خاک باد، آنگونه که در تعبیر تاجیکی میگوییم خاک بر سرش باد. خاک بر سرش باد نفری را که به رمضان رسد و رمضان سپری شود اما گناهش مغفرت نگردد. گفتند خاک بر سر چنین فرد امت باد که خداوند عمرش دهد صحت و سلامت به رمضان برسد اما از این لطف و کرم و سخای ارزان خداوندی بازم بی نصیب ماند. به رمضان رسد اما روزه نگیرد، به رمضان رسد نماز نخواند، به رمضان رسد ختم قرآن نکند، به رمضان رسد اما از دروغ و غیبت و تهمت و بهتان باز نایستد. رمضان فرا رسد اما از سخن زشت، از دشنام و از غیبت و از سخنچینی باز نایستد. رمضان فرا رسد اما از ظلم و ستم دست نبردارد. خاک بر سری چنین فرد امت باد گفتند. به حقیقت این حدیث باید شخص را وادار سازد که در رمضان از خواب غفلتش بیدار گردد و وظیفه های رمضانی خود را به شکلی خیلی زیبا و احسن انجام دهد تا از زمره بندگان محروم محسوب نگردد. به امید رسیدن به این ماه پرشرافت و پرفضیلت و به امید توفیق انجام طاعت و به امید به بهترین وجه بهره برداری از ماه رحمت. خدا مددگارتان.